شاید باورش براتون سخت باشه، اما بزرگترین و فوق تخصصی ترین بیمارستان دنیا حالا توی چین افتتاح شده. این بیمارستان به مساحت بیشتر از 2 میلیون متر مربع یکی از شگفت‌انگیزترین پروژه‌های پزشکی حال حاضر جهانه. امکانات و تجهیزات پزشکی این بیمارستان حتی از بهترین و مدرن‌ترین مراکز دنیا هم پیشرفته تره. کل این بیمارستان مجهز به پیشرفته ترین سیستم هوش مصنوعی دنیاست، به طوری که باعث میشه کارها توی سریع‌ترین زمان ممکن و بدون معطلی بیمارها انجام بشه. مساحت این بیمارستان اونقدر زیاده که برای جابجایی توش از وسایل نقلیه استفاده میشه و نکته عجیب‌تر این که این پروژه با این همه امکانات و مساحت فقط توی 3 سال ساخته شده. این یکی از پروژه‌هایی که نشون میده چینی‌ها چطور با سرعت و نوآوری تونستن دنیا رو شگفت زده کنن. به نظرتون ساختن همچین بیمارستانی توی ایران چقدر طول میکشه؟ برای شنیدن دانستنی‌های جالب دنیا فرم دیارو فالو